هی واتساپ، پویان هستم. سلام بچه ها، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من عمو اکبر هستم و به کانال خودتون و ویدیو خوش اومدید. چه خبر؟ او مای گاد! آقا اونا که صدای اصلی منو نشینه الان بشنون لطفا. تموم شد؟ خیلی تاثیرگذار بود. آقا خلاصه یه شیدری از کانال هویج دانلود کردم. خودش یه پست تو یوتیوب آپلود کرده بود، رفتم دیدم. آقا این واسه آقا این نکته بهتون میگم، الان با خودتون میگید چرا اصلا ماینکرافت نوشته جاوا ادیتور؟ اصلا برای چی؟ اصلا کلا خود جاوا شده انگار. داداش به خاطر اینکه من یه ماد دانلود کردم، الان یه کرت ورزو میزنم میخواد قره مربع میاد وسط. دیدید تو نسخه کامپیوتر این مربع میاد وسط؟ آره دیگه. این از اینجا هم بزنم الان مربع میاد. قول میدم به عمو اکبر اعتماد داشته باشید. اینا الان میاد. آقا ولش کن، نیومد دیگه. حالا اشتباه زدیم دیگه، همه اشتباه. حالا چی ول کن آقا. آخر ویدیو این شیدرم آموزش میدم که دانلود کنید. آقا از کانال هویج کاری نداره، اصلا هیچ کاری نداره، نکنید. الان میاد دیگه. اون موقع اشتباه زدم، الان کریت ورد رو میذارم میاد. خدا وکیلی. خب منتظر هست. الان نوشته کریتینگ نیو ورد. الان مربع اومد. بچه اینجا رو کات، ویدیو کات خورد چون طول کشید، نتونستم کاملا صحبت کنم. حالا میگید اصلا خیلی مسخره شد، بچگانه شده. یعنی اگه نفهمیدین واقعا دقت بیشتر کنید. به مرخ نگاه نکنم. وای فهمیدید. خب برش اینقدر مسخره بازی در میارم. آخر کارم که باید بهتون نشون بدم دیگه. حداقل آقا نکنید. اصلا خیلی این ریسورس بک و شیدر ما که اصلا خیلی گوگل شده. این فقط خود هویجم گفته این فقط برای بدراک. آقا بریم این چیزاش هم تست کنیم، مثلا آیتماش چه فرقی کردن، چه شکلی شدن. فویاج پشمام، شناشو نگاه کن. تازه وقتی هم پرواز میکنی انگار خیلی اصلا واقع گرایانه شده. اما در هر صورت خب یه چند تا وسیله هم جلوتر ور میداریم که بتونیم بریم تست کنیم. الو اکبر بچه یه نکته به اکبر الان خواهش نکته شد دیگه. به اکبر گفتم اکبر، بعدش هم گفتم اکبر، قبلش گفتم اکبر. خب حالا میریم یه چند تا وسیله ور میداریم. بچه آرموراش ببینیم اول. آرموراش نبینیم؟ نه بذار میبینیم. اول یه لحظه من تورچ و این چراغا رو بعدم الان میریم سراغ چیزا دیگه. همین آرمورامون دیگه. بله خیلی فرق کردن. داش برو دیگه سمت آرمورا. خب آقا ما اینا چیز نمی کنیم، هیچ چی نشده. لطفا دیگه جواب ندید به این دوستا. خب آقا الان میخوام بریم آرمورا رو ببینیم. داش الو اکبر برو. دایموند، چرمی، آهنی، سنگی نمیدونم. حالا در صورت گلد، ندرا. وای حاجی نگاه کن چقدر قشنگ. عادی نگاه کن چجوری دستش گرفته آخه. مشتی دلت میاد اینو دانلود نکنی؟ آقا یه جنگی هم بین آیرون گولم و واردن اینا را بندازیم ببینیم کدومشون برنده میشه. من که خودم طرفدار واردنم. 8 آیرون گولم میذارم. واردن همشون رو ردیف، یعنی همشون رو اوکی، یعنی میکشه دیگه. چرا انقدر دارم سخت میکنم؟ خب آقا میشماریم. باشم تورچ میزنم. راستی تورچش هم اینجوری شده. خب 1 2 3 4 5 6 7 8. آقا حمله کنید. من طرف واردنم. واقعا یه واردن میتونه اینا رو ببره. اینقدر یعنی اوکیه، خفنه.
یعنی اگه اینو ببینید برگاتون میریزه. نها کنید برگاتون نمیریزه دیگه، واردن دیگه، معلومه که چقدر دیگه. وای چقدر هم صحبت میکنم. خیلی خوب. خب این گوسفند نانازا بیا نها کن. واسه قیچه بردارم کچلش کنم. قیچیش هم اینجوری شده قرچ مثل قیچه واقعی. خب این بچه دارم میزنم ادهی بابا. چرا خوشگل شدی الهی. خدا ها علف خوردی الان پشمی شدی. نباید علف بخوری، من نمیذارم، همینجوری قشنگتری. کثافت علف نخور دیگه دارم بهت میگم. آقا حوصله‌ام سر رفته، بریم دیگه، آخرش هم من باید بکشمت. الو خب بچه ها اما ما یکم بریم تو آباشو نگاه کنیم چیا از آب شده چیا نشده. حالا ما خدا رو شکر گیچی ندیدیم. خب آقا یکم خورشید مربعی بود، یکم حالت دایره طور شد. حالا در صورت ما به اینش کاری نداریم، ما فقط به چیزش اصلا کلا خود چیز شده دیگه. وقتی میگم ماینکرافت جاوا، خب ما اول اما اکبر آجی دیدی حال کن. اکبر اینجاست تا به تو یاد بده که چطوری شیدر پک خفن رو بریزی. خب اما اکبر برو دیگه. اکبر ظاهر. آقا ول کنید، صحبت میکنیم. آقا هر چیز خاصی من بهتون یاد میدم، اما سخت لطفا نباشه. نه ول کنید دیگه، برای چه انقدر مسخره بازی در میاره. سخت نباشه، سخت باشه، نمیدونم. میری برای نصب وارد تلگرام میشید. برنامه تلگرام حتما باید با فیلتر شکن برید نگاه کنید. اون چیزه، حالا البته شما خوب میبینید نمیدونم، نوشته حالت مربعی داره مثل QR کد. اونو بزنید، اون بالایی رو نزنید که آبیه، اون پایینیشو بزنید، فقط همون اسم رو بزنید، اون نمیاد چون اون خیلی سخته. حالا ول کنید. باز اومدی میبینی نیست، بعد میای بالا و این 32 مگابایتی رو دانلود میکنی و اد میکنی توی ماینکرافتت. اگه خواستی برای همیشه باشه میری تو ستینگ ماینکرافتت همیشه اکتیوش میکنی. صبر کن که قرار ویدیوهای بیشتری بذاری.